شاید خوش اومدید آقا. ما امروز آمدم یه برنامه بهتون بدم که چی؟ که بتونید آقا سی پی رایگان بگیرید. کلا میگن سی پی رایگان، میگن آقا شاید بعضی روش ها نشه. این روشی که الان من بهتون میگم این روش حتمیه و بچه ها بعد از سوالش چرا بر لینک برنامه تو توضیحات نداشته. بچه ها این برنامه داخل گوگل پلی اینا نیست و من نمیتونستم لینکش رو بذارم. کسانی که این برنامه رو میخوان، برنامه سی پی رایگان، و آیدی مو گذاشتم، میان زیر آیدی کلمه سی پی رو مینویسن، برنامه رو بهشون. کسایی که برنامه هک اکانت رو میخوان برن کلمه هک رو مینویسن. خب آقا بریم. خب اولا میگم اول چنل جناب آقای جواد اوکراین رو سابسکرایب کنید تا ما بریم سراغ این ویدیو. خب این برنامه رو وقتی بچه ریختین بازی کنید. این برنامه دقیقا اینه، اعتبار رایگان. خب وقتی بازش کردین وای میسید بچه بالا بیاد. چه نشه حتما بخش درباره چی ما رو مطالعه کنید. چه نشه سی پی رایگان، بتل پس رایگان، یو سی رایگان، لایت پس رایگان، جمع رایگان، بویاه پس رایگان، ارتباط با پشتیبانی درباره ما. خواهد ما اول سی پی رایگان میخوایم. بچه اینجا اسمتون رو وارد میکنید، اسم تو کالاف. برای مثال من اسم وارد میکنم. خواهد چه یو آیدی تون رو وارد میکنید، اون اسم عددیتون رو. بچه برای هر بچه 10,000 تا بهتون سی پی میده. خب وای میسید که میزنید بزنه. خب بچه اینجا دریافت سی پی میزنید، میزنه آیدی دریافت شد. خب بچه وقتی زن آیدی دریافت شد یعنی سی پی براتون وارده. حالا بتل پس هم همینطوریه، آیدی تونو اسمتونو وارد میکنید، یو آیدی تونه میزنید وارد کنید. خب چه دریافته بتل پس رو میزنید زن آیدی دریافت شد. کسانی که پابجی دارن یو سی رایگان، کسانی که لایت پس جمع رایگان. این یکی چیه؟ اینم رایگانه بچه. حالا چون از این برنامه خوشتون آمده باشه. چون برنامه سی پی رایگان زیاد دارم، هر کی این برنامه رو خواست فقط اونجا میاد به آیدی من. بچه کسانی که میخوان این برنامه رو هیچ کار لازم نیست. من اینجا نگاه کنم بچه آیدیمو براتون کامل گذاشتم. میتونید آیدی من پیام بدید. کسانی که برنامه سی پی رو میخوان برای من سی پی رو بنویسن. کسانی که برنامه هک اکانت کال آف دیوتی میخوان که در فیلم قبل گذاشتم کلمه هک رو برای من بنویسن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. خداحافظ.